السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقیت الله فی الارضین. دهمین گفتار درباره پندهای ارزشمند امام علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف به محضرتون به اختصار تقدیم می شود. سخن پیرامون آثار و زیانهای غفلت بود که امام بر این موضوع خیلی تأکید فرمودند و در سخن قبل عرض شد که امام راهکار برای برون رفته از مستی غفلت و یا حالت غفلت را در بیان شریفشون ذکر کردند. فرمودن اولین راهکار این است که صفات زشت را کنار بگذاری، از مباهات و فخر بگریزی، کبر و خودپسندی را رها کنی و به یاد قبر باشی که اون خانه و اون مکان و اون محل ورود شما، اگر انسان تصویر کاملی از قبر داشته باشه و از موقعیت آن که چقدر مکانی که در دنیا هست و مکانی که قبر نام داره چقدر اینها با هم دیگه فاصله دارن و فرق میکنن، انسان خودش را برای اون مکان دیگر آماده میکنه. امام میفرماد وذکر قبرک، یاد قبر باش که حتما و بدون شک گذرت بر این مکان و بر این در واقع قرارگاه خودت میفته. اگر به یاد قبر باشی دست از غفلت برمیداری و فکرت را و همتت را در آنچه خدا و پیغمبر فرموده است به کار میگیری. بعد امام راهکار دیگری را فرمودن به عنوان یک مسئله معرفتی و عقلی و آن این که هیچ چیزی به حساب و کتاب نیست در این عالم. هر عملی که انسان انجام بدهد، خوب باشد یا بد باشد، نتیجه اون عمل را بدون کم و کاست میبیند و بهش میرسد. فرمودن کما تدین و تدان، بدان که هر کاری انجام بدی باید تاوانش رو پس بدی. و به قول قرآن کریم در سوره مبارکه زلزال، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این قانون الهی است که نه تنها این عمل ثبت میشه و برات آثار داره در این دنیا، بلکه نگهداری میشه و به نشون داده میشه که این کار توست، خوب باشد، شر باشد، یا این که نه خوب باشد و خیر باشد. امام در ادامه همین بحث می‌فرمایند ببین شما هر چرا که در این دنیا کشت کنی در اون عالم درو میکنی. اون عالم زندگی شما نتیجه کار کرد و نتیجه عمری است که در این دنیا گذرانده و سپری کردی. اگر خوب سپری کنی سر سفره خودت که خودت فراهم کردی خوب می‌نشینی و استفاده میکنی، و اگر بد کردی در این دنیا باز همین سفره است که خودت برای خودت آماده کردی و سر سفره بد می‌نشینی. اگر خیر آماده کنی سر سفره خیر می‌نشینی، اگر شر آماده کنی سر سفره شر آماده میکنی. به تعبیر ساده تر، دانه گندم بکاری گندم درو میکنی، جو بکاری جو درو میکنی، ارزن بکاری ارزن درو میکنی، هر چه باشد. ولذا امام میفرماید با صراحت و کما تزرع و تحصد، همانطوری که زراعت میکنی همانطور هم محصولش رو برداشت میکنی. نمیشود شما زراعتی مخصوص بکاری و اون چرا که برداشت میکنی غیر از اون چه کاشتی باشه. این نه با عقل سازگار است نه با قانون عالم خداوند متعال و این عالم با دقت و نظم سازگار است. و بعد
امام توضیح بیشتری میدهند و ما قدمت الیوم تقدم علیه غدا، اون چرا که امروز پیش بفرستی فردا میآورن و جلوی شما میگذارن. فرمان اینی که شما زنده بودی فرستادی، ما برات حفظ کردیم، بفرمایید مال شماست. و ما قدمت الیوم، اون چرا که امروز پیش بفرستی خودت بر اون وارد میشوی، فردا خودت فرستادی و بر اون هم خودت فردا وارد میشوی. خوب فرستادی بهش میرسی، بد فرستادی بهش میرسی. لذا امام علی علیه السلام در یک بخشی از نامه شریفشون، نامه 31 نهج البلاغه به امام حسن علیه السلام، در مسئله کمک به نیازمندان و محتاجین فرماید پسرم تا میتوانی به آنان کمک بکن و اگر نیازمندی به سراغ شما آمد و دست طلب به سوی شما دراز کرد هیچگاه رد نکن، هرچی اضافه بدی به نفع توست، برای اینکه این باری است که بر دوش توست، تو باید این بار را حمل بکنی و او به جای تو این بار را می آورد و در قیامت برای شما حاضر میکنه. ولذا امام فرمودند که و ما قدمت الیوم، اون چرا امروز پیش بفرستی خودت، تقدم علیه غدا، خودت بر او فردا وارد میشی و سفره‌ای که خودت پهن کردی سر اون سفره مینشینی. فمهد لقدمک، پس برای ورود خودت یه سفره خوبی را بگستران، پر از حسنات باشه، پر از اعمال صالحه و اعمال شایسته باشه. سعی کن در این سفرت گناه نباشد، غیبت، تهمت، افترا، رشوه‌خواری، مظلمه، مال مردم، اذیت و آزار، ارض دیگران را در معرض خطر قرار دادن، جان دیگران در معرض خطر قرار دادن، اینا همه برای شما ثبت میشه و ضبط میشه و سفره است که خودت با دست خودت پهن میکنی و سر اون سفره مینشینی. امام میفرماد فمهد لقدمک، برای ورود خودت سفره خوب بگستران، و قدم لیومک، و خودت بفرست برای روزی که خودت نیازمند میشوی و محتاج میشوی. بعد امام دوباره هشدار میدن فالحذر الحذر ایها المستمع، بپرهیز یا به تعبیر دیگر هوشیار باش، بیدار باش، خودت را حفظ کن ای کسی که به ندای خدا و پیغمبرش توجه میکنی و میشنوی هم حرفای حق رو و هم حرفای باطل رو. حواستو جمع کن. دنیای حساب کتاب است. الجد، تا میتوانی برای آخرت کوشش کن، تا میتوانی زمینه‌ای برای سعادت ابدی خودت فراهم کن، تا میتوانی تمام کوشش خودت، تمام نیروی خودت رو به کار بگیر، به نفع خودت استفاده کن. متاسفانه ما خیلی از نیروهامون رو هدر میدیم و در واقع خیال میکنیم هدر میره، هدر هم نمیره، برای اینکه تمام این عالم حساب کتاب داره و تمام این کارها، وقتهای ما، عمر ما، اینا حساب میشه، نگهداری میشه. فردای قیامت که میشه ما خیال کردیم خوشگذرانی کردیم و تمام شد، اما اینها اگر آلوده به گناه و همراه با گناه باشه، همینها برای انسان وبال است در قیامت. ولذا امام میفرماید بیدار باش، هوشیار باش. فالجد الجد و فالحذر الحذر ایها المستمع والجد ایها الغافل. ای کسی که در غفلت به سر میبری، کوشش کن برای اون روز که اون روز دیگه اگر کاری امروز نکنی، اون روز کاری از دست ساختنی، و سعی کن از این غفلت بیای بیرون. الجد نیاز به تلاش و کوشش فراوان داره. ای کسی که غفلت داری، سعی کن از این حالت بیای بیرون و برای زندگی بعد که همیشگی است و ابدی است کاری بکن. ولا ینبئک مثل خبیر، آیه 14 سوره مبارکه رعد خواهد بود. میفرماید بر این که
سوره فاطر معذرت میخوام آیه مبارکه 14 سوره فاطر غیر از خداوند متعال که خالق توست و آگاه به وضع توست، آگاه به سرشت توست، آگاه به اعمال توست، آگاه به زندگی توست، هر چیز تو مخلوق خداوند متعال است و او آگاه هست از خوبی و بدی که برای تو قرار داده است و او دارد به شما خبر میدهد. خدای حکیم، خدای قادر، خدای عالم، خدای عرض میکنم مهربان، او داره به شما میگوید که از این حالت و از این وضعیت بیرون بیا و برای آینده خودت ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. امید از خداوند متعال همه ما را به این پند گرانبهای امام علی علیه السلام توفیق بدهد که توجه کنیم و بتوانیم عمل بکنیم. شب جمعه بود، شب زیارت آقا سید الشهدا و شب رحمت. با هم سلام عرض به محضر آقا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.